یک گوشه بازار کلاه، تجمع دوستداران کپ. یکی میفروشد، دیگری قوت و هنرش را میسنجد. در این بازار تمام نوع کپ را میتوان یافت. آدم‌ها از طرف‌های مومیده بود خوالین دنگارا واسه برای تماشای جنگ تماشا میان تماشا میکنن در فصل بهار. بازار کپ در کلاب روز شنبه میتفزد. آدمان رقابت دو کپ را تماشا میکنند. در این میدان بیشتر کپ های مست و با اصطلاح آزمایش دیده را سر میدهند. در کپ بازار شهر کلاب از تمام منطقه های کشور افرادی که به پرورش و نگاهبینی کپ مشغول هستند جمع می آیند. بخصوص در عرفه نوروز بیشتر کپ بازار را از تمام منطقه های کشور دیدن ممکن است. حالا آنها با فروش کپ و بازی و جنگ اندازی آنها در اینجا مشغول هستند. این کپ را در خلطه مخصوص انداخته اند. احتمالی هر لحظه فرار کردنش است. شخصانی که به بازار کپ می آیند بیشتر بزرگسالند. مظفر میگوید در میان جوانان هوسمند بازی کپ کم است. خودی او هم با تشویق بزرگسالان به اینجا آمده است. ما از فصل معایده بودند با مسافرای کلانسالا بیشتر اینجا می اومدن. در فصل بهار بیشتر همو می اومدن. از روی ما هوس کردن میبینید همینجا تماشا میکنیم. یک کپ در بازار کلاب از 100 سومانی تا 5000 سومانی ارزش دارد. بعضی ها را قوت و جنگ این پرنده خوش می آید، دیگران را صدایش. صدایی که به گفته کپ بازان در زمستان کم و در بهاران همه جا را پخش می کند و دلها را به شور می آورد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.